دوستان سلام، ابراهیم وحدانی هستم، معروف به یارشگر. امروز میخوام یه ولاگ شخصی رو باهاتون به نمایش بذارم. بریم ببینیم چی میشه. ولی اون خلاصی خب سوالا رو بلند ببرم تعمیرگاه. این سیویچ برداشتم. بزن بله، سیویچ سوالا رو برداشتیم و یه نگاه کن. آقا یه هفته به ماشین نرسیدم، نگی چرا پلش ملشته. یه هفته داش حسینم بسته. یا حسین حسین زاده. حالا من بهش زنگ بزنم بچه ها. فعلا آقا گرمه. خدایی گرمه. همش با وسیله پیاده هستم، با ما سازگار نیست. باید ماشین درست کنم. ماشین رو گذاشتم دم خونه. اگه از اینجا دیده شه که مثلا زوم میشه نمیشه. اونش اون بره. الان یکی از بچه ها با موتور رد شد، گفتم که بذاره بیاد دنبال من. اومد بکنم بشتی آمد. بشتی چاکریم رفقا. آقا ما رسیدیم به مغازه. مخلص همگی رفقا. آقا ما رسیدیم مغازه. بریم تا ترتمیز کنیم. خب بریم اینا رو مرتب کنیم. مخلصیم آقا. بریم داشتلی مغازه رو ببنده، بریم سمت خونه پیاده. چه میدونم آقا، سر ظهر دیگه پیاده خیلی هم راهیه. کافینه دمو همینی بگیر بغل مغازه آقای خلیلی. کافینته اگه باز باشه. سراغ کافینت خانم مهدی پور. ساعت نگاه کن، 11 ساعت 9:30. آقا ما کار من دیگه تقریبا تمام شده دیگه. بابا اومده دنبالم. حیات بابام. یه گل خوشگلی داده ای؟ این آره. این داخلشه. بابا جونم. رفقا خیلی مخلصیم. با موتورم رو موتور مغازه رو بستم. مغازه رو گذاشتیم. این موتور آقایی موتور چه کفته جان رو موتورم. سلام. خربوزه نداری نه؟ نیسان خلاجه تصرف کرده. فکر کنم ماشینش کی بود گفت زده بود خراب داغون کرده بود. شنیدم در مغازه که بهم گفتن اتفاقا تصرف کرده. هر کی میدیدمش فکر میکنم امروز دیگه تصرف کرده. پس امروز تصرف کرده. هم نیامده همونی هم تصرف کرده. آقا دست در نکنه بگیره. بریم خربوزه مخواستم نداریم. بریم چه ببینیم جوالی میدن تا بلاک بگیریم. آخر شهر و موتور سواری با دارشری خودش مغازه رو بستیم و خوشخوشان بریم سمت خونه دیگه با این موتور رخش بیقرار پدر. 125
ولاگ خود می همه هر چیز میکنم منم بعد دیگه که منم دارم میارم شما قشنگ باحالی علی امروز یک ویدیو گرفتیم نایم تا الان فکر کنم 1500 تا ما به ساعت ده گفتیم تو میگی که عدا ما که ما عدا میاد نگفته تو گفتی موزی عدا خوشم نمیاد خدا وکیلی نگفته همینجا حسابیم تو گفته تو از این عدا خوشم نمیاد الله با قرآن محمد بعضی خودم جکرم کنید خوشم نمیاد نه یه بگی چونه که درام منم بچه رایج مملکت تو واسه سیگار بیشتر نمیاد هنیز کمی هنیز باید ani باید 14,000 تومن دیگه بلایی بنو نه منم بره چاش ما که میگیم الله ایتا